امروز یه خبر خوبی دست ما رسید و اون این بود که یه پرونده ورک پرمیت رینوال ICT که اول سپتامبر در واقع ما ثبتش کرده بودیم تا قبل از پایان سپتامبر که هنوز تموم نشده ماه سپتامبر ما اپرووالش گرفتیم و این اپرووال ها برای رینوال ICT داله بر این هستش که اولا اصل پروگرام همچنان قابل اجراست، به خاطر اینکه اگر قابل اجرا نبود رینیوش هم نمی‌کردن. موضوع دومی که فرمولی که ما برای رینوال نوشته شده و داریم اجرا می‌کنیم فرمول درستی هست، بنابراین هر آنچه که تعهد کردیم رو داریم انجام میدیم، چه بحث مربوط به ICT باشه چه C11 باشه. تو هر دو زمینه ما داریم اپرووال هایی رو که بایستی صحبت می‌کردیم ما داریم میگیریم و خوشبختانه داره کارا میره جلو. از اون طرف اگر ما چیزی رو به شما رکامند میکنیم، میگیم که این کار درستش اینه و این مدارک رو باید ارائه بدید برای این موضوع، در اون حالت انتظار ما از موکل اینه که حتما این کار رو انجام بده و اگر انجام نده خب به طبع نتایجش میشه منفی. هر اتفاق جدیدی بیفته حتما بهتون اطلاع میدیم. خواستیم که این موضوع رو مطرح بکنیم چون برای خودمون جذاب بود. مازاد بر این ویزیتور ویزای همراه صادر شده که اینم بازی خبر خوبی بود، همزمان اتفاق افتاد و فعلا این دو تا خبر خوب از امروز از به قول معروف از مجموعه وایلجی داشته باشید.